عروسی عجیب و باور نکردنی زهرا الهام با جمال مبارز در دبی. زهرا الهام چرا با جمال مبارز ازدواج کرد؟ خوشحالی زهرا الهام بعد از ازدواج با جمال مبارز و شکایت فرزندان جمال مبارز از وی. زهرا الهام اکنون در کدام کشور زندگی می کند و چرا دیگر آهنگ جدید نشر نکرد؟ من در این ویدیو پیرامون حقایق همین ماجرا خواهم پرداخت. پس در ادامه با کانال دنیا اینفو باشید. جمال مبارز، هنرمند رپخوان، یکی از چهره‌های مشهور و محبوب ستاره افغان در هنر موسیقی افغانستان بوده است. جمال مبارز با سبک هنری خاص خودش که رپ می‌سرود علاقه‌مندان و طرفداران بیشماری در راه هنر موسیقیش داشت. هرچند وی آرایشگر بود و در ولایت بلخ باستان زندگی میکرد، ولی برای اشتراک در برنامه ستاره افغان به کابل سفر کرد و توانست در این برنامه رقابتی خوب بدرخشد. جمال مبارز توسط آریانا سعید حمایت مالی میشد و آریانا سعید یکی از حمایتگران خاص جمال مبارز بود. جمال ازدواج کرده بود ولی همسرش به شکل مرموزی در افغانستان به قتل رسید. جمال مبارز با جمع دیگر از همکارانش افغانستان را به مقصد استرالیا ترک کرد. جدیداً تصاویر زهرا الهام با جمال مبارز در صفحات مجازی دست به دست می شود که این دو ازدواج کردند. ازدواج زهرا الهام در صفحات مجازی سر و صداهای فراوانی را به همراه داشته است. دوستداران و طرفداران زهرا الهام این کار وی را انتقاد کردند و کاملا یک انتخاب اشتباه می داند. زهرا مدت دیری می شود دیگر آهنگ برای دوستداران و طرفداران صداش نشر نکرده است، ولی ما در انتظار نشر تازه ترین آهنگ های جمال مبارز و زهرا الهام خواهیم بود. آرزوی موفقیت، سعادت و خوشبختی برای این زوج موفق و هنری افغانستان آرزو دارم. دوستان نهایت خوب کانال دنیا اینفو، شما هم نظریاتتان را در بخش کامنت با من شریک بسازید. اگر تا هنوز عضو کانال دنیا اینفو نشدید، پس برای عضویت با این کانال علامت سابسکرایب را فشار دهید. این ویدیو را با علاقه‌مندان و دوستان زهرا الهام و جمال مبارز به اشتراک بگذارید. تا درود دیگر تمام شما نازنینان را به الله منان سپرده موفق و کامیاب باشید.